حرکت اپوزیسیونی فعلا در تاجیکستان ممنوع گروه 24 شام 23 فوریه سال 2024 با نشر یک اظهارات فوری خبر داد که نماینده گروه 24 در ترکیه نسیم جان شریپوف صبح 23 فوریه در شهر استانبول بیدرک شده است. به گفته همسفانش نسیم جان شریپوف از صبح 23 فوریه در تماس نیست و تلفنش خاموش بوده، هیچ خبری از او پیدا نکردند و در کجا بودنش رو نیز کسی نمیداند. گروه 24 در مورد غیب زدن نسیم جان شریپوف فرضیه ربوده شدنش رو هم صرف نظر نمی کند. در اظهاراتش گفته است که نماینده گروه 24 در ترکیه سالهای آخر همه واره نوشته‌های تهدیدآمیز دریافت میکرد که به زودی کشته و یا ربوده و به تاجیکستان برده خواهد شد. مقامات ترکیه و تاجیکستان هنوز غیب زدن این فعال مخالفین تاجیک را رسما یگان شرح ندادند، اما یکی از دوستان نزدیک نسیم جان شریپوف به پایگاه خبری بامداد خبر داد که او بار آخر با نسیم جان روز 16 فوریه سال جاری و قریب 1 ساعت صحبت کرده بود. این مصاحبه بامداد گفت سالهای آخر نسیم جان از فعالیت‌های سیاسی دلسر شده، از فعالیت در گروه 24 عملاً خیلی کنار رفته بود. در آن صحبت به من نقل کرد که حجت‌های پناهندگیش در ترکیه را پورا درست کرد و او را برای کار و اقامت به یک ولایت اقلیمش نسبتاً به استانبول خیلی سرد ترکیه فرستادند. نسیم جان گفت الکی در اینجا خانه اجاره پیدا کرده است، ولی دوستانش به مهمانی دعوتش کردند و او از اداره مهاجرت برای 2 روز اجازت گرفته است که به استانبول برود. اما نسیم جان نگفت که این دوستانش کی هستند. او برای 2 روز رسما رخصت گرفته به مهمانی آنها می رود. حالا تلفنش دیگر جواب نمی دهد. نسیم جان شریپوف زاده شهر کولا بوده، 42 سال دارد. او هنوز در آغاز تأسیس گروه 24 از جانب صاحبکار تاجیک عمرعلی قوتوف بین حرکت پیوست و از آغاز سال 2015 در ترکیه به سر میبرد. نسیم جان شریپوف در برابر رهبر کنونی گروه 24 سهراب ظفر و عضو فعال این گروه زید بابایف از کم شمار اعضای این حرکت اپوزیسیونی اند که بعد ماه مارس سال 2015 در استانبول کشته شدن قوتوف در ترکیه ماندند. نسیم جان شریپوف دست کم 3 مرتبه با درخواست مقامات تاجیکستان از جانب پلیس ترکیه دستگیر شده بود، ولی هر 3 دفعه ترکیه درخواست به تاجیکستان استرداد کردن او را به دلیل انگیزه‌های سیاسی داشتن پرونده‌اش رد کرده بود. نسیم جان شریپوف دفعه یکم در سال 2018 که همراه با رهبر گروه 24 سهراب ظفر دستگیر شده بود 70 روز را پس پنجره به سر برد. اینکه ترکیه درخواست استرداد او را چند مرتبه رد کرد، همسفان نسیم جان شریپوف به گمان برده است که از بس که مقامات تاجیکستان با راه‌های رسمی برای بردن او موفق نشدند، شاید این بار از راه دیگر استفاده شده باشد و نسیم جان شریپوف را ربوده باشند. گروه 24 از همه خواسته است که در پیدا کردن نسیم جان شریپوف کمک خود را دریغ ندارند.